برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید و امروز جمعه 19 اپریل است. من عبدالله اشرف هستم. سلام. حالا مرور میکنیم به سرخط موضوعهای برنامه امروز. فاتحه خوانی با مرگ انجامید. 4 شهروند تاجیکستان که برای فاتحه خوانی به خانه پیوندان به قزاقستان رفته بودند بر اثر زهرالودشوی درگذشتند. گروگان بحثی کبیری با مقامات شدیم. 20 ساکنی شهر دوشنبه از خوف مصادره شدن خانه‌هایشان به نفع دولت نگرانند. احتمالاً فربهترین مرد تاجیکستان از وزن زیاد و بی‌توجهی پزشکان شکایت دارد. یگان دخترش سنم فر نمی‌کرد. من خوام دیگه چوکنیم. 4 شهروند تاجیکستان بر اثر زهرالودشوی در جمهوری قزاقستان درگذشتند. نورسلطان نورمحمدوف مسئول خدمات مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده قزاقستان روز 19 اپریل به رادیوی آزادی گفت حادثه شام پنجشنبه در ولایت اقماله اتفاق افتاد. بنابر اطلاع اداره پلیس ولایت اقماله 3 شهروند فوتیده تاجیکستان از 38 تا 48 سال داشته، 1 نفر دیگر 17 ساله بوده است. به گفته پلیس آنها در انبار کارتوشکا زهرآلود شده، 3 نفر در جای حادثه و 1 نفر در بیمارستان درگذشتند. حالا جسد فوتیدگان از تشخیص طبی دادگاهی می‌گذرد. این 4 نفر روز 12 اپریل برای فاتحه خوانی به منزل یکی از نزدیکان خود به قزاقستان رفته بودند. قزاقستان بعد روسیه بازار مهمی برای مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان است. هر سال هزارها نفر برای کار و تجارت به آن کشور می‌روند. موافق معلومات هماهنگسازی ملی برنامه سازمان جهانی مهاجرت در قزاقستان سویتلانا ژاسیمبکووا در 8 ماه سال 2018 از تاجیکستان به قزاقستان بیش از 40,000 نفر برای کار به آن کشور رفتند. در زمان جنگ داخلی تاجیکستان نیز یک گروه از شهروندان این کشور به قزاقستان پناه برده، برخی آنها در آنجا مقیم شدند. در قزاقستان بعضی از محله‌های نیز وجود دارد که تاجیکان آنجا ساکنان بومی هستند. حدود 20 نفر ساکنان در کوچه‌های عینی و احمدی دانش شهر دوشنبه که ممکن است خانه‌هایشان دولتی شوند، خود را قربانی قضیه محیدین کبیری با مقامات می‌دانند. میگویند زمان از نزدیکان کبیری منزل گرفتند که آنها در تاجیکستان رسما کار میکردند و نباید اکنون برای بحث رهبر نهضت با مقامات آنها منزلهای خود را از دست بدهند. بنابر دعوای دادستانی کل به دادگاه، این خانه ها در دایره پرونده کبیری باید به نفع دولت مصادره شوند. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه میدهد. قسمی از باشندگان این بنا که گفته می شود از جانب نزدیکان محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ساخته شده است، با مقامات تاجیک بحث دادگاهی دارند. دادستانی کل تاجیکستان از دادگاه طلب کرد که در دایره پرونده جنایتی نسبت محیدین کبیری و پسر او روح الله طلازاده و دیگر نزدیکانش بعضی از خانه های بنیاد کرده این بنایی که در پشت سر من است به فایده دولت مصادره کرده شود. دادگاه ناحیه شاه منصور ماه نوامبر سال گذشته یک قسم از منزل‌های این بنا را به فایده دولت مصادره کرد. باشندگان این بنا که بر اساس قرار دادگاه زینه اول یعنی دادگاه ناحیه شاه منصور باید منزل‌هایشان به فایده دولت مصادره کرده شوند، از این قرار راضی نیستند. آنها میگویند این منزل‌ها را هنوز 9 سال پیش سال 2010 از نزدیکان محیدین کبیری خریدند و پول آنها را پرداختند. 18 اپریل دادگاه شهر دوشنبه بررسی دعوای آنها را آغاز کرد. از جانب مقامات دادستانی کل تاجیکستان به فایده کمیته دولتی سرمایه گذاری میخواهد این یک قسمی از منزل های این بنا به فایده دولت مصادره کرده شوند و دادستانی کل تاجیکستان در دعوای خود به دادگاه گفته است این منزل ها از جانب محیدین کبیری و نزدیکان او با مبلغ های از راه جنایت به دست آمده شان بنیاد شده است و آنها این منزل ها را به نام دیگران به رسمیت درآوردند. دادرس دادگاه شهر دوشنبه اجازه داد که خبرنگار رادیوی آزادی بدون دستگاه ثبت به تالار مرافعه راه داده شود و باشندگان این بنا در مرافعه گفتند آنها این منزل ها را سال 2010 از شخص با نام کبیروف محمد صالح خریدند، ولی او سال 2013 تا 2014 تاجیکستان را ترک کرد و آنها نتوانستند این منزل ها را پر به رسمیت درآورند. دادرس پرونده قضیه را به هفته دیگر گذاشت و در نظر است که هفته آینده تقدیر این
یک قسمی از این منزل ها حل شود، آنها یا به فایده دولت مصادره کرده می شوند در دایره قضیه محیدین کبیری و یا اینکه دوباره به صاحبانشان برگردانده بشوند. در همین حال محیدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگوید اموالی که دادستانی میخواهد به نفع دولت مصادره کند به او و فرزندانش تعلق ندارد. وزارت امور خارجه روسیه بر دروغ ادعا کرد که روبرت میولر مفتش ویژه آمریکا در تحقیقاتش اعتراف کرده است که هیچ شهادت از دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 در آمریکا پیدا نکرد. نسخه اختصار شده تحقیقات درباره دخالت روسیه روز 18 اپریل نشر و آن را در بین اعضای کنگره آمریکا تقسیم کردند. در این تحقیقات طولانی جزئیات تلاش‌های روسیه برای دخالت به انتخابات آورده شده است و آن خلاصه‌های پیشینی خدمات استخباراتی آمریکا درباره چنین تلاش‌های روسیه را تصدیق می‌کند. در تحقیقات روبرت میولر آمده است حکومت روسیه به شکل فراگیر و اصولی به انتخابات سال 2016 دخالت کرده است. ویلیام بار دادستان کل آمریکا روز 18 اپریل گفت بعد از 2 سال تحقیق و تفتیش، بازپرسی و بیانات شاهدان، مفتشان ویژه آمریکا تصدیق کردند که حکومت روسیه تلاش‌های دخالت به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در سال 2016 را سرپرستی کرده است. بینندگان عزیز، رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می‌خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیوی آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس می‌گیریم و جزئیات را می‌پرسیم. فرانسه که برای تجدید یک منار مخابراتی در فرودگاه بین المللی دوشنبه پول داده است، اکنون تلاش دارد به شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان هواپیماهای تمغه ایرباس را فروشد. یک هیئت نمایندگان ایرباس همراه با ژان باتیست لموان، دیپلمات بلندپایه فرانسه، به این مقصد وارد دوشنبه شدند. لموان در این سفر با پرزیدنت امام علی الرحمن نیز دیدار و ملاقات داشت و پس از آن در یک نشست با خبرنگاران صحبت کرد. همکارم سرویناز روح‌الله ادامه می‌دهد. ژان باتیست لموان، دیپلمات بلندپایه فرانسه، شام پنجشنبه از نتیجه سفرش به دوشنبه گزارش داد. او گفت در ملاقات با رهبران تاجیکستان دایر به همکاری‌های دوجانبه و امنیت در منطقه صحبت کرده است. کاتب دولتی وزارت اروپا و کارهای خارجی فرانسه در این نشست گفت که ساختمان مناره‌ای که فرانسوی‌ها در فرودگاه دوشنبه ساختند به پایان رسیده است و روزهای نزدیک آن کاملا مجهز می‌شود. یک شرکت فرانسوی در تندر غالب آمده است. ما امید داریم که داخل آن هم با تجهیزات فرانسوی تأمین می‌گردد. ساختمان مناره نوی نظارت در فرودگاه ماه مارس سال 2018 شروع شد و فرانسه برای آن 3 میلیون دلار کمکی به بازگشت داده است. از این پیش فرانسه با خرج 10 میلیون دلار یک خط پروازی فرودگاه را هم تعمیر کرده است. نیروهای فرانسه در سال 2001 برای کمک در عملیات ضد تروریستی در افغانستان در فرودگاه دوشنبه مستقر بودند و سال 2015 آن را ترک کردند. دیپلمات فرانسوی همچنین گفت همراه او گروهی از شرکت ایرباس آمده بودند و امکانات همکاری با تاجیکستان را بررسی کردند. مثلا نخست هواپیمایی که آنها می توانند پیشنهاد نمایند نوع A220 است که با 3 جای نشست پیشنهاد گردیده است. همچنین شرکت می تواند هواپیماهای دورپرواز تمغه‌های گوناگونی A320، A330، A350 را پیشنهاد نماید که وابسته به معیارهای طلبات شرکت‌های هوایی تاجیکستان پیش بینی شدند. تاجیکستان و فرانسه همکاری‌های اقتصادی زیادی ندارند و معاملات آنها در سال 2018 17 میلیون دلار را تشکیل داده است. مالکان دکان‌های کتاب در تاجیکستان میگویند فروشگاه‌ها پر از کتاب‌های علمی و بدیعی عالمان و ادیبان تاجیک و خارج است. اما کتاب‌ها به فروش نمی‌روند، میل ساکنان به کتابخانه کم است. چرا تاجیکان کتاب نمیخوانند، نمیخواهند و یا پول ندارند؟ گزارش تلویزیونی نسته شوریمه را همکارم کیومرسی عطا تقدیم میکند. این که در تاجیکستان خوانندگان نه کتاب چاپی و نه الکترونی را نمیخوانند، ادیبان بارها گفتند. در کم شدن شوق و میل ساکنان به کتابخوانی، شبکه‌های اجتماعی گناه ندارند، چون خوانندگان نه به ادبیات معاصر تاجیک و نه کلاسیک و ادبیات جهانی توجه ندارند. نه اینترنت میخونم موزیرش نه یگون کتابخانه
پیش میخوندم راستی گپ بازی نه راستی گپ سوال بسیار با مورد و در این موضوع گفتن شرط نیست با فکرم خیلی کتاب نمی نه فقط درس بود آخران سالها را خواندگی نیستم ولی من از صدرالدین عینی بسیار میخونم بزرگ صابر میخونم و هر دفعه هر یک شعرهای نوی که آن کس در گذشته چاپ میکردند آنها را خوانده مطالعه میکردند. کارشناسان میگویند که تاریخ ادبیات تاجیک چندین عصر بوده مهمترین ثروت ملت است. ادبیات معاصر تاجیک را امروز دهها نویسنده و شاعران نمایندگی میکنند. اثرهای ادبی از زبانهای دیگر نیز به تاجیکی ترجمه می شود. اما این قناوت ادبی هم خریدار ندارد. همین تعدادی نشر کتاب است که همگی 200-300 نسخه چاپ می شود و کتاب های هم که ادبیات جهان و ادبیات روس و از خارج وارد می شوند بیشتر از 100 دانه وارد نمی کنیم. برای آنکه همین اگر 100 دانه کتابی بهترین ادیبان جهان را بیارد شاید 1 سال 1.5 سال به فروش رود. این وضعیت پرتضاد را که کتاب برای خواندن هست، اهالی سواد خواندن دارد اما کتاب به کسی در کار نیست، ادیبان به چند عامل وابسته می‌دانند. پس از جنگ شهروندی در سالهای 90 سطح عمومی سوادناکی به طور قابل ملاحظه پایین رفت. سه اهالی زیر خط فقر قرار دارد و ساکنان برای خرید کتاب نه وقت دارند و نه مبلغ. باباجان محمدیف یک ساکنی ناحیه فرخار در تاجیکستان از وزن زیاد و معیوبی اذیت میکشد. بنابر فربیهی محمدیوی 37 ساله تنها با واسطه عرابه میتواند حرکت کند. همکنون یگانه امیدش به دکتران است که او را از رنج بسیار وزنی میتوانند رها کنند. گزارش درباره روزگار سخت این ساکن فرخار را همکارانم محمود جان رحمتزاده و طاهر سفروف تهیه کردند که حالا آن را با هم میبینیم. باباجان 37 سال دارد. بسیاری از روزهای زندگیش را همین گونه سپری کرده است. 300 کیلوگرم وزن دارد و از وزنین ترین مردان تاجیکستان است. مثال یگان جورب ساز میکنم یا که یگان همسایه پیلته بیاره هموش ساز میکنم میتم. نمی قطعی وقتم میگذره. باباجان محمدیف ساکنی فرخار از کودکی معیوب است و راه نمی رود. 3 فرزند دارد و پسرش امید روز یک بار خرش را جیل میزند و او را سیر میدهد. مکتب میمونه گاهی میشوه. گاهی میشوه مکتب روی میکنم خودم خونه دا میمونم تر. 150 سومانی نفقه باباجان برای زندگی کافی نیست. کاری روزگار به دوش همسرش مستانه است. اگر کاری میکنم یا میرم پوبه چی میکنم یاردم میتونم خیلی زندگی. باباجان پرستاری هم میکند. کردم روان زنکو گلکوش هم آدم میپرتم. اینا همسایه میاره، این همسایه میاره. که خیلی یگان چینی برنج میتن یا آردم میتن. باباجان بیماری ارثی دارد و بیماریش روز به روز بدتر می شود. از بس که وزنین است کسی هم نیست او را به شفاخانه برد. تا حال 3 عرابه شکست است و از دختر هم محروم شده است. وزنم میونم در میکنه، پام در میکنه، رای دور رفتنم قمیشینم میونم در میکنه، گشتم میام بخونم. نمی کسل بیمارم شم دختر دودگی میگه یگان دخترش سنم فر نمیگرده. نمی خوام دیگه چکنیم. همدیگان کمک میکنند که راه افتادن نشود. یکی بامش را تعمیر کرده است، دیگری تلویزیون هدیه کرده است تا از تنهایی خسته نشود. باباجان میگوید همدم و همرازی اساسیش همسرش است که به او امید میبخشد. نیم ساعته پیشم دور برود تا فیرود نکنم، آوازش نشنم دلم قرار نمیگیره. جنگ میکنیم بود سوز میگیریم، این زندگی ما هم خیلی. آرزوی باباجان این است که وزنش کم شود تا عزیزانش را زحمت ندهد. این خبر آخری برنامه امروز بود. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org پیدا و مطالعه کنید. صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب نیز نوار و ویدیوهای جالب دارد. روزهای استراحت خوب داشته باشید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری شما.